مسیح علی نژاد با یک اظهار نظر بار دیگر جنجال به پا کرده و مخالفان حکومت را در آستانه سالگرد انقلاب مهسا به بحث و جدل با یکدیگر کشانده است. او تلویحاً با نظر شاهزاده رضا پهلوی درباره عفو عمومی و آشتی ملی مخالفت کرده. مسیح علی نژاد پس از مصاحبه اخیر شاهزاده به مقابله با او برخاسته و ایده عفو عمومی و آشتی ملی او را زیر سوال برده. جمله‌ای که بارها تکرار کردم، از کوتاهی ماست که دیوار بلنده. اگر ما ایرانی ها یک صدا داشته باشیم، مثل مردم داخل در خارج هم یک صدا داشته باشیم و اون یک صدا منزوی کردن نه فقط جمهوری اسلامی مقامات رسمیش، بلکه فرزندان، آقازاده ها، وابستگان و حتی دوستان بنیانگذاران این حکومت، دوستان مقامات مسئول، اونها رو هم بخوایم که در لیست تحریم قرار بگیرن، جلوی سفرشون رو بگیرن، طبیعتاً غرب هم تسلیم میشه. ولی متاسفم که بگم ما در خارج کشور در این مورد توافق نظر نداریم و یک صدا نیستیم. ببینید چرا راه دور بریم. من خودم یک لیستی رو آماده کردم از فرزندان مسئولان نظام و مسئولان سابق نظام که رفت آمد میکنن و کسانی که برای در واقع مؤسسه های وابسته به سپاه کار میکنن. فرقی نداره اون آدم ممکنه یک سلبریتی وصل به ورزش ایران باشه، ورزش جمهوری اسلامی من میگم، ممکنه یک سلبریتی وصل به هنر یا سینمای جمهوری اسلامی باشه، برای مؤسسه هایی که مشخصاً سپاه در واقع اون رو به عنوان یک پلتفرم و ابزار عادی سازی جنایت در نظر گرفته، برای اونا کار کردن. وقتی من این لیست رو تهیه میکنم میگم باید در مورد اینها تحقیق بشه، آقازاده هاشون، بستگان نظام و کسانی که برای سپاه کار کردن، به شدت همون لیست مورد مخالفت قرار میگیره. برخی‌ها میگن بذارید آغوش نظام باز باشه حتی برای سپاهی‌ها. آدم هایی که به اسم در واقع دفاع از ایران میرن تو وزارت خارجه مشاوره میدن. توی بارها من هم تو انگلستان هم کشور اروپایی من دیدار داشتم و دقیقا همین به ما گفتن که خود ایرانی‌ها میان میگن که باید در باز باشه، نمیخوایم اینا رو تو تنگه قرار بدیم چون ممکنه خیلی‌ها فرار بکنن. خب میخوام ببینم که آیا این آغوش بازی که ما برای باز کردن برخی از براندازا برای آقازاده‌ها، برای کسانی که واسه سپاه کار کردن، آیا به نفع ملت ایران بوده؟ نه. همین مسیح علی نژاد در پی ماجرای منشور و گروه همبستگی مدتی بود که کمرنگ شده بود. حضور مجدد او با طرح ایستادگی در برابر ایده آشتی ملی با تاکید بر احساسات ضد حکومتی مردم برخی را به این نتیجه رسانده که او در صدد برگرداندن محبوبیت گذشته خویش است. نجات بهرامی، روزنامه‌نگار حامی شاهزاده پهلوی، در این باره نوشته: کل هنر و سواد و توانشان در واکنش به شاهزاده خلاصه شده و می‌خواهند در موضوع عفو یا انتقام با استفاده از احساسات مردم محبوبیت بخرند، اما نمی‌دانند اغلب انقلاب‌های خوشنام و موفق با عفو و بخشش گسترده همراه بودند. شهرت گاندی و ماندلا به چیست و یا حتی ژنرال پینوشه که در کشور خودش با احترام و در یک مراسم رسمی با پرچم‌های نیمه افراشته دفن شد. نجات بهرامی توضیح می‌دهد که از دید او و حامیان ایده آشتی ملی مسلم است که برای سپاهی و بسیجی جنایتکاری که دستش به خون مردم آغشته است بخششی در کار نیست. اما این عروسک‌های خیمه شب بازی یک روز از خشونت‌گرایی و انتقام‌جویی طیف ایرانگرا می‌نالند و روز دیگر جوری از موضوع عفو و گذشت شاکی هستند که گویی باید همه سربازان و کادرهای سپاهی، ارتشی و حتی کارمندان دولت را قتل عام کنیم. این روزنامه‌نگار از این فرصت و از استدلال ضعیف مسیح علی نژاد بهره جسته خروج شاهزاده پهلوی از گروه همبستگی را توجیه کرده میگوید راز عدم محبوبیت و جدی نگرفته شدن این جماعت از سوی مردم همین چیز هاست. این سبکسرها با این سطح شعور و استدلال انتظار داشتند کسی که امید ایران برای گذار از جمهوری اسلامی است بیاید و در زیر کمیته های آنان مشغول شود. مسیح علی نژاد دیدگاه آشتی ملی را ساده‌لوحانه می‌داند. او در لابلای حرفهایش به هنرمندانی که با سازمان اوج سپاه همکاری داشته‌اند حمله کرده. آیا منظور او کسانی مانند حمید فرخ‌نژاد و برزو ارجمند هستند که پس از خروج از ایران به شاهزاده پهلوی پیوستند؟
ببینید خمینی، خامنه‌ای، کسانی که در واقع خواستن انقلاب رو صادر بکنن دارن این کار رو میکنن با صدور آقازاده هاشون، با صدور چهره های وابسته به سپاه و نزدیکان خودشون. دقیقاً دارن همین کار رو میکنن و نباید ساده لوحانه فکر بکنیم که اونهایی که ترک میکنن پدرانشون رو یا سپاه رو یا مسئولان جمهوری اسلامی رو الزاماً اومدن که در خارج کشور زندگی خودشون رو داشته باشن یا اینکه اومدن در خارج کشور به هر حال میخوان صدای مردم باشن. اینطور نیست. ببینید همین واسه من دردناکه که به محض اینکه ما میگیم آقازاده هایی که در خارج کشور هستن باید در موردشون تحقیق بشه، یه عده‌ای میان میگن که نه باید آغوش برای براندازی باز باشه، که همون عده کسانی بودن که هزاران تهمت و زخم زبان رو به روح الله زم زدن. یا وقتی که ما لیستی تهیه کردیم از یه سری فوتبالیستا، ورزشکارایی که قاسم سلیمانی براشون قهرمان بوده، ورزشکارایی که کنار محمود خازئین، کنار کسانی که گروگانگیر هستن ایستادن، مراودات مالی دارن. وقتی ما اون اسامی رو تهیه کردیم، باور بکنید بخشی از حالا این بر افراطیای راست اعتراض میکنن که نه در رو باز بگذارید، این سلبریتی‌ها میخوان بیان بیرون، ممکنه اینا بخوان صدای مردم باشن. ولی هیچ کدوم من اطلاع دقیق دارم که بخشی از دستگاه امنیتی آمریکا خواسته ازشون که راجع به مثلا مؤسسه اوج، راجع به سپاه، راجع به این آدمایی که گروگانگیری میکنن به اسم مؤسسه خیریه توی ایران ولی وصل به سپاهن، وقتی ازشون خواستن تحقیق بکنن گفتن ما سیاسی نیستیم، ما هنری هستیم و نمیخوایم. ولی شما با بازوی سیاسی جمهوری اسلامی به اسم سپاه کار کردین.